به دور چاه میزدید ممکن بود بازم ریزش کنه بچه دفع بشه. بچه دفع بشه. خانوادش خودش حفار چاه بود. رفتم پلو خانوادش گفتم که شما اگه بخواین یه چاه کنارش بکنین چقدر طول میکشه؟ گفت هلوش 8 تا 12 ساعت 4 تا تیم بشیم میتونیم بکنیم. بعد رفتم پلو بچهای اورژانس گفتم که ما وقت داریم 8 تا 12 ساعت. گفت تو بگو 1 ساعت. چرا؟ این 3 ساعت و نیم داره گریه میکنه، این احتمال سکتش 80%. گفت بچه اصلا شما واسه 8 ساعت وقت نداریم که 8 ساعت این بچه بخواد بمونه، احتمال سکته زیاده. و صدای گریه پدر مادرم همینجوری ممتد. پدر مادر، بعد مادر بزرگش گریه میکنن شدید. عموش اومد گفت که اگه میشه من برم پایین. ما اینو لباسش در بردیم آمادش کردیم تا پا میرفت دیگه، از پا به اونور دیگه گیر میکرد. آره عرضش انقدر کم بود گیر میکرد. بعد من یه محوطه مقداری بود، یه محوطه خیلی بزرگی بود، من رفتم اونورتر هی فکر میکردم برمیگشتم. من تشکر کنم از مهندس خادمیان، مهندس زیبنده، مدیر عاملمون و با رئیس ستادمون. آفرین که گفتی. خب من زنگ زدم یعنی بدون استثنا میگفتم که فلان کار، میگفت دست خود کار انجام بده. هر تصمیمی گرفتی عملیات کن. اصلا مثلا کسی دیگه چنین چیزی رو قبول نمیکنه. مسئولیت یه بچه 2 ساله رو بخوا قبول بکنیم، چون پشت سر این قضیه جون یک آدم دیگه تعارف نداره. مثل این شیر خاصیت آتش نشاناست. مثل شیر پشت سرم ایستادن. خب بعد مهندس خادمیان زنگ زدیم گفتش که مشکل نداره کی رو میخواد بفرستی؟ گفتم که اگه اجازه میدی آقای در رو میخوام بفرستم. اینجا ما وارد نقطه عطف داستان میشیم. همه جوانب رو سنجیدن، آدم‌ها رو امتحان کردن، دیدن اصلا پایین رفتن با این حجم و با این هیبت شدنی نیست. یکی باید باشه که جثه نحیفی داشته باشه، دست و پادار هم باشه که بره پایین بچه رو برداره بیاره بالا. اینجا عباس باید یه تصمیم استراتژیک بگیره، یه تصمیم مهم بگیره. کیو بفرسته؟ فکر کرده گفته کی بهتر از حیدر خودم که اینجا وایساده. من گفتم مسئولیت رو نمیتونم گردن بچه مردم بندازم. بعد مسئولیت بچه مردم که من نمیتونم گردن بگیرم که نگاه کردم گفتم که خدا کی رو بفرستم؟ گفتم که پس زنگ بزنم خونه آقای در. زنگ زدم به خانم داداشم گفتم که تو برو خانمم بگو بهش که آره راضیش کن که چنین چیزیه، یک جوری هم بگو که مثلا فکر نکنه خیلی شدیده و فلان. رفت به خانمم گفت خانم فلا چی شد؟ من سلام عرض ادب، زنده باشی. بعد وقتی جاریم اومد بالا گفت گفتم باش الان من آقا حیدر رو آماده میکنم، لباس میپوشم بره. میدونستی قراره بره تو چاه؟ نه این صحنه نمیدونستم، فکر کردم جا دیگه میخواد بره. بعد دوباره جاریم رفت پایین و برگشت گفت که آقا عباس آقا زنگ زد گفت گوشی رو بده به آقا حیدر. بعد آقا حیدر به من گفت که آره بابا همچین چیزی گفتش، گفت که بچه افتاد تو چاه من میخوام درش بیارم. بعد خودم یعنی عباس دل نداشت به خانومش بگه که نه جایی که عباس آقا باشه خیالم جمعه خیالم جمع همه رو نجات میده خودش. آره. بعد لباسش رو عوض کردم، اسنپ زنگ زدم، بعد اینو فرستادم رفت. خب بعدش که چند دقیقه شد که نگران نشدی که چرا عباس بچه نه اصلا نمیدونم چرا نگران نشدم. اصلا اون روز اصلا هیچ نگرانی نداشتم. اصلا میدونستی پای بچه 2 ساله وسطه؟ آره گفتش آقا حیدر گفت که بچه افتاد تو چاه که باید درش بیارم. آفرین. که یه چند دقیقه که بچه از چاه در آوردن جاریم عباس آقا به جاریم زنگ زد که گفتش که بچه از چاه در آوردن. خیالم جمع شد. یه ساعت بعد نگفتی اصلا به جاریتون بگید؟ نمیدونم چرا اون روز اصلا من بچه رو کجا فرستادم این الان نره طوریش بشه. هیچ استرسی خودت نداشتم. نرفتی اونجا؟ نه. خب اصلا هیچ استرسی میگم اون روز نداشتم. خدا انگار به دلت انداخته بود که آروم باش. کار خدا بود دیگه. آفرین. خودش خواست. خب حیدر رفتی رسیدی کجا؟ سر چاه. من سلام عرض ادب. من رفتم سر چاه، من تناب بستن باید میرفتم داخل چاه، بچه میذاشتم داخل کوله کوهنوردی. رفتم پایین و بعد پدر به بابا نگفتی خطرناکه؟ نه نرم یه وقت گیر کنم خفشم. من از هیچی نمیترسم. آفرین. بعد رفتم پایین، اونجا بعد بچه میذاشتم داخل، بچه نمیرفت داخل کوله،
هی هر کار میکردم نمیرفت. تقلا میکرد یا جا نمیشد؟ ها تقلا میکرد نمیرفت. گریه میکرد نمیرفت. آره. بعد من دیدم یه چیز ترسیده بوده دیگه عباس. دیدم داخل این سیاهی یه چیز قرمز است. رفتم جلو دست گذاشتم این شکلات گذاشتم انداختم تو کیسه، بچه پرید تو کیسهشو کشیدم بالا. آفرین. آقا برای حیدر یه دست بزنید بابا، انقدر شجاعت داشته. شما بودید نمیتونستید تو چاه برید. خب آفرین. بعد بچه رو فرستادی اومد بالا و خودت هم اومدی بالا.